عليكم وطني عزیز اینجا سلام خدمت باشین. قسمی همون چی میگن اولین ها در دین اسلام کی ها بودن. در دوامش من خدمت ایراد کردنیم است که من اولین انسانی هستم که در تاجیکستان کتاب هیجما را ترجمه کردم از عربی به تاجیکی سال 2008. اولین شخصی که هیجما را در تاجیکستان چیکار کرد برقرار کرد. با من اولین زنی هستم که در تمام تاریخ اسلام و تمام تاریخ خلق تاجیک فرزبان که مرا برای حقگوییم اولین شده خشتوارم مرا تهدید به زندان و به قتل کنی. یک قسمش میگه زندان میکنه، زندان میپسی میری، یک قسم میگه که ما میایم دیگه جو که بیایم میکشیم. این اولین چیزی که در تاریخ اسلام نسبتی زن مسلمان و زن تاجیک می کشته ایستاده است. در یگان تاریخ اومدگی نیست. نه در زمان پیغمبر صلی حضرت آدم تا ایدم یگان قصه اومدگی نیست که خالر جیان برای حقگویی تهدید کنه یا که مثلا بگه که میاریم در قایسته دیمونیم که در زندان پرتیم یا که طرف قتل میرسونیم اومدگی نیست. اولین کسی که میشد این من میباشم و اولین انسان زنی مسلمان که در یوتیوب آمده در باره حقوق اویلوی و حق زن و حق چی میگن زن رو از ستم و ظلم آزاد کردن برآمد میکنه، ناترسیده، جسورانه، دلیرانه و اولین زنی هست در تاریخ تاجیکستان که همین قدر مرا چی میکنن گپوی بیمانی دمی کامنتری می نویسن. من یگان گپ بهشون میگم. من خواهری سطر پوشی جو پوش به یگان کس شما یگان گپ پس بلند نمیگم، فقط میگم خداوند معنی سری همه شما را تازه کنه از همون سخنهای ناجا و گپ‌ها، تهمت‌ها، چی میگن کنایه و طعنه و بهتان تازه کنه معنی سری همه اون کسایی که همین عادتا این فعل دارن تازهشون کنه. همین میگم. من اولین انسانی هستم که در همین روی عالم من میگم به شما که اولین شده دانشجو در وقت SSR در دانشگاه سودان ختم کردم. در بین همه دانشجویی که از SSR بودن اولین شدم من دیپلم گرفتم در وقت SSR. مسلمان از مسلمان های SSR همین چی میگن 15 ریسپوبلیکا که بودن اول. من اولین انسانی هستم که روبرو با هموطنانم خیلی آزاد گپ میزنم. بله، با اولین انسانی که با لباسهای هر خیلی فسان کرده نمیبرم که مخشو کرده در پشت یگان گلدانه نیستی نه پشت می دیوالای لباسهای عادی که میپوشم هر روزه میرم خودم فسان کرده یا که خشو کرده یا که به ایجهام پوشیده یا که دستام چی کرده نشان داده نمیکنم. اولین انسانی که من میگونه برآمد کردن من نبینم. خود نمای خود نشان تیره مثلا خود تعریف کردن نه که من اولین کارهایی کردگیم همینو به شما خواستم که بگم که من همین گونه انسان هستم. بله، قسم دومی اولین ها که در دین اسلام چگونه زندگی کردن و چگونه کارنمایی کردن. مینا دارم لایک موندن، پدیلیسه کردن و پتیسه فراموش نکنید. مینا دارم شما.